آره داشتم فکر میکردم که موسیقی در ایران، خب بعد از بعد از این ماجرا، این تصاویر و اینایی که توضیح دادم، در ایران چگونه است که در خارج از کشور ایرانی ها همچنان پیگیر قضیه هستن. یادم نمیره که در سال 1319 احیانا اگر اشتباه نکنم 1319 رادیو برقرار شد. رادیویی که برقرار شد، خب در ابتدا حدود یکی دو ساعت از قرار معلوم اخباری پخش می شد از رادیو و برنامه دیگه ای نداشتن. اما در همین فاصله تعدادی از دستاندرکارا متوجه بودن که بابا موسیقی هم در بذارن، در رادیو بذارن، و چون موسیقی نداشتیم این هستش که از موسیقی عرب استفاده کردن که من یادم نمیره حتی عبدالوهاب آهنگساز مصری بود که خیلی مطرح شده بود و این موسیقی های ایران رو در ایران هم اومده بودن. یک چند تا همین نوازنده ها که حالا یک تار تنبور یاد گرفته بودن همون موسیقی عبدالوهاب رو عرضه میکردن و خیلی جالبه که قلقت حالا بر صورت یه چیزایی می نواختن که به گوش آقای عبدالوهاب رسید که پیام داد به دم دستگاه اینجا که بابا اگر شما دارید موسیقی ما رو اجرا میکنید خود ما رو بیارید، ما موسیقی درستشون رو درست عرضه بکنیم، نه اینکه موسیقی غلط باشه. الغرض این که رادیو یواش یواش به این فکر رسید که برای جمعه ها، چون جمعه که روز تعطیل است، برای مردم مثلا چیز تفریحی بذاره، برنامه تفریحی درست بکنه و در صبح جمعه تعدادی از مردم آوردش در رادیو. حالا من کار ندارم کی به چی، اما آوردن و بار اول در رادیو کلمه هنرمند روی اونا گذاشته شد که به گوش مردم رسید که اینک هنرمندان رادیو شما را سرگرم میکنن. بنابراین کلمه هنرمند در این زمان به گوش مردم رسید که اینا هنرمندن. خب از این افراد خیلی جالبه، مثلا فردی مردی اصلا صدای خیلی ظریف و نحیفی داشت که مثل زنانه بود که بهش میگفتن شاباجی خانوم، یکی این بود و یکی دیگه فرض کن. بر من خیلی جالب بود که این آقا اومدن، میخوام هنره بگم، کار هنرمندی این این هنرمندان بگم. این آقا اومد مثلا گفت اینجوری میکرد، بعد مردم طبیعی بود که ما کیفی میکردیم، به دیدی چی کار کرد این هنرمند و غیره. و یادم نمیره باز مثلا شخصی بود که خودشو به کری میزد، یعنی به گوشش سنگین میومد. یه نفر بهش میگفتش که سبکتکین با آهو، میگفت چی گفتی؟ سکنجبین با کاهو. یه همچین چیزهایی رو به عنوان تفریح تحویل مردم میدادن که با کلمه هنرمند. منظور من این هستش که اینها هنرمندهای اولیه بودن که در جامعه ایرانی که تازه رادیو برقرار شده بود داشت خودش جا مینداخت.